روز یکشنبه 9 مهر ماه بعد از مراسم صبحگاه، فکر میکنم 5 دقیقه به 8 بود که اومدن بهم خبر دادن از مترو تهران، به ما زنگ زدن از ایستگاه شهدا که برای یک از دانش آموزان ما خانم گراوند مشکلی پیش اومده، ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن، لطفاً به اولیاشون اطلاع بدیم. معاونین مدرسه ما به اولیای دانش آموزمون اطلاع دادن که این دانش آموز رو به بیمارستان منتقل کردن، شما هم برین. خانواده تشکر کردن و بعد ما دیگه خبری از بیمارستان و دانش آموزمون نداشتیم تا اینکه نزدیکای ظهر یکی از همکارانمون رو گفتیم که به بیمارستان مراجعه کنه، هم حال دانش آموزا بپرسه، هم 2 تا دیگه از دانش آموزامون که همراهشون بودن رو جویا بشیم ببینیم چه جوریان، اگر اونجا هستن وایسادن اونا رو برگردونیم. که یکی از همکاران ما به بیمارستان مراجعه کرد، دیدیم که دانش آموزمون که بستری هستش و 2 دانش آموز دیگر رو با خانواده‌اشون صحبت کردیم، به منزل برگردوندیم. محدثم دوست صمیمی آرمیتا، اون روز قرار شدش که آرمیتا، فاطمه و مهلا زودتر برن مدرسه چون من کلاسم دیرتر شروع میشد و اینکه اولین نفر به مترو فاطمه رسیده، بعدش آرمیتا رسیده و بعدش هم که مهلا رسیده، 3 تاشون می‌خواستن وارد واگن قطار بشن. آرمیتا همین که پاشو داخل واگن قطار میذاره بیهوش میشه و میافته و اصلا چند ثانیه‌ای هم طول نمیکشه که آرمیتا پاشو داخل قطار میذاره و بیهوش میشه و میافته. که بعدش وقتی بیهوش میشه مامورای قطار میان و میرسن به حالش و اورژانس و اینا که بعدش با آمبولانس منتقلش میکنن به بیمارستان. من فاطمه هستم، هم مدرسه‌ای آرمیتا یکی از دوستای صمیمی منه و ما هر روز با هم دیگه قرار میذاریم توی مترو که بیایم مدرسه. اون روزم خیلی نرمال مثل همه روزا قرار گذاشتیم که بریم مدرسه، من و آرمیتا و مهلا. اون روز صبح اول فاطمه رسیده بود مترو و بعد آرمیتا و در آخر من رسیدم. اومدیم با هم سلام علیک کردیم و من گفتم وایسا مهلا نیومده، صبر کن مهلا هم بیاد. که اومد نشست صندلی کنار من و گفت گرسنمه، یه چیزی همراهش بود اونو خوردش و دیگه همه چیز عادی بود، با هم صحبت کردیم، میگفتیم، میخندیدیم. قطار که اومد من برگشتم ببینم مهلا مثلا اومده یا ندیدم داره با سرعت میاد سمت ما که از قطار جا نمونیم. قطار که درش باز شد اول من رفتم داخل و بعدش آرمیتا اومد و بعد فاطمه که به 1 ثانیه نکشید که آرمیتا یه دفعه از پشت به در قطار افتاد و سرش به سکو خورد. بین سکو و در قطار سرش محکم خورد به اونجا که من رفتم، یعنی اومدیم با کمک چند نفر بیاریمش بیرون. دست من که خورد به سرش خونی بود و ما آوردیمش بیرون. اینم بگم که هیچ اتفاقی داخل قطار نیفتاده بود، نه کسی هولش داد، نه با کسی دعوا شده بود، اصلا هیچی. همون ثانیه‌ای که پاشو گذاشت دفعه خود به خود بیهوش شد و افتاد از عقب. بعدش فاطمه دستاشو گرفت، حالا یه جوری از پشت گرفتتش به کمک حالا بقیه که تو مترو بودن و منم پاهاشو گرفتم و کشوندیمش بیرون، گذاشتیمش زمین و دورش شلوغ شد. بعدش یه خانومی اومد که انگار پرستار بود، حالا به شوک و اینا وارد کردن چون آرمیتا رفته بود و بعد همون لحظه اورژانس اومد و احیاش کردن و آرمیتا برگشت. بعدش اونو بردیم بیمارستان و ما هم پشت سرش رفتیم. وقتی که رفتیم دیگه آرمیتا توی اورژانس بود و اینا، حالا به کاراش رسیدگی کردن و اینا. بعدش بردنش ICU که حالا ایشالله حالش بهتر میشه، شما هم براش دعا کنید، ایشالله به زودی حالش خوب بشه.